با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان عزیز. امشب میخوام یه عدس پلو درست کنم، نظری غیرت اموات. عدس رو پختم آماده است. برنجم خیس کردم، برنجم گذاشتم بپزه. برنج با عدس مخلوط شده، میره برای دم. کشمش ها رو یه ذره تفت میدیم برای روی عدس پلو. عدس پلومون آماده شده. خیرات اموات هدیه میکنیم به تمامی روح اموات درگذشته.